خب مشکل شما چی عزیزم؟ دکتر من مشکل سایز دارم. بندا بیرون ببینم. اوف. این وکیومو بس کن. کارو بگیر بگو ماشاءالله. ماشاءالله. دکتر این خانم زیگیل دارم، میخوان زیگیلاشونو بسوزونن. دستگاه کتر. سلام دکتر. به شما زیگیل داری؟ بله دکتر. بس کن ببینم. ای جان چه زیگیلای عروسکی داری. ما اینو ترجیحاً نمیسوزونیم. اینا به اینا میگن زیگیلای گل کلمی. خانم منشی یه سس هزار جزیره اینو خودم میخورم. بنده اون مریضو بذار اونجا اونم بذار. خدا به دادمون برسید. یه مریض داریم سنگ‌کدیه داره دفن کنه، هی بالا میاره درد داره، چیکارش کنیم؟ هواشو داشته باشید راحتش کنید. چجوری دکتر؟ این آمپول هوا رو فرو میکنی بهش، پولش هم ازش نگیر، مهمون خودم. بیمار بعدی. سلام دکتر. سلام جان. دکتر پدر بنده شب ادراری گرفتن، کنترل مدفوعشون هم از دست دادن، فراموشی گرفتن، خیلی ما رو اذیت میکنن. اینا رو بده مصرف کنه خوب بشه. مادر چطورن؟ مادر در قید حیات نیستن، عمرشون رو دادن به شما. پدر هوس کرده، دلش بدجوری میخواد، داره لج میکنه. یه زن بگیری درست میشه. این چند روز مرخصی می‌خوام. سلام دکتر. عزیزم داریم استراحت می‌کنیم، وقت استراحتمونه. دکتر یک مشکلی دارم روم نمیشه اونور بگم. چه مشکلی؟ مشکل زود انزالی دارم من. مشکل زود انزالی داری؟ شما موز و ارده و چهارمغز و عنبر و خرما رو با هم قاطی می‌کنی میکشی بالا میری رو کار. آخه دکتر میدین چیه؟ جان. من هزینه اینا رو ندارم پرداخت کنم. هزینه نداری؟ شیره چی؟ شیره شیره خرمای انگور. شیره میری رو کار.